خانم ها و آقایان سلام، با شما هستیم با مجله خبری امشب. از این گوسفندای شبیه سازی شده چه خبر جدیدی هست ازشون؟ بله، به کوچه و خیابون ریختن و از ولی فقیه زمانشون حمایت کردن. رئیس پژوهشکده رویان اصفهان روی خط ارتباطی ما اومدن. آقای دکتر سلام، خوش آمدین. آینده تولید حیوانات شبیه سازی شده به چه صورتی است در کشور ما؟ شبیه سازی گوسفند که ما دنبالش بودیم چند سال طول میکشید، ولی به دلیل نیاز فوری مقام عظما گفتن همین الان بریزینشون تو خیابون. گفتیم بابا اینا آماده نیستن. گفتن بابا خود مقام عظما یه شبه ولی فقیه شدن، این بیورزها نمیتونن گوسفند بشن. دیدیم راست میگن. من اولین نمونه شبیه سازی شده هستم. موقعی که من رو میساختن دستگاه هنوز گرم نبود که باعث شد اینطوری بشم. دنبال این هستم که برم پیش مقام عظما بهش بگم دیگه خودش میفهمه چی میگم. حالا ولش کن دیگه، بی خیال. شما قبل از اینکه این مجله خبری بخواد شروع شه، من این گزارش رو دیدم. گزارش خیلی قشنگه. خودت هم حتما دیدی این گزارش؟ بله، گزارش آقای یوسف سلامی هستش که دستشون درد نکنه، با هم نگاه می‌کنیم. مثلا الان وضعیتشون به چه صورتی هستش؟ میخوام بدونم که کی به اونا رسیدگی میکنه، تو چه وضعیتی به سر میبرن؟ درسته، قراره ستاد کل نیروهای مسلح این افراد رو پیدا کنن و رسیدگی کنن به مشکلاتشون رو پرونده براشون تشکیل بدن. عمود قلبه ماها بدان کباب تو است، همیشه بعبع ماها فقط جواب تو است. بپرس کله و پاچه سالاد و نوشابه، پیاز و دوغ اضافه صورت حساب تو است. به من میگن آیا سوابق گوسفندی تو رابطت با ولی فقیه تأثیر داره؟ قاطعانه میگم نه نه نه. ما الان آمدیم بیعت با سیدعلی بگیم که سیدعلی ما خوشحالم که حیوانات شبیه سازی شده در صحت و سلامت کامل به سر میبرن. امیدوارم اتفاقی براشون نیفته. ازت ممنونم. خواهش میکنم.